سلام، وقتتون بخیر. احسان غلامی هستم، مدرس بی آی. در هفته 22 از سری دوره‌های آموزشی BC هفته سی تکنیک هستیم. در این هفته میخوایم یه موضوع ساده اما بسیار کاربردی رو بررسی کنیم. تو هفته گذشته تو دوره ها ما در مورد ویژوال های مثل کارد، مثل مولتی کارد و مثل KPI صحبت کردیم. ویژوال هایی که دکس و مخصوصا مقدار میجر رو داخل خودشون قرار میدن. دو تا ویژوال دیگه است که خیلی از دانشجوها این دوتا رو با همدیگه اشتباه میگیرن و نمیدونن کدوم و کجا باید استفاده کنن، به نام تیبل و ماتریکس. تیبل خیلی شبیه همون تیبل اکسل، تیبلی که تو اکسل داشتیم، جدول اکسلمون. ماتریکس شبیه پاور پیوته توی اکسل، یعنی بسیار شبیه پاور پیوته. بریم مثال بزنیم و تفاوت این دوتا رو با همدیگه توی مثال بگیم. خب من یه تیبل اول روی صفحه باز میکنم. این تیبل هم یکم اندازه‌شو کوچیک میکنم. نکته‌ای که توی تیبل وجود داره اینه که تیبل یک باکت بیشتر نداره، یعنی من فقط میتوانم ستون به جداولم اضافه کنم. به عنوان مثال من برم دیتامو نگاه کنم ببینم چه دیتایی دارم. تو این دیتا استیت های مختلف رو دارم. میخوام میزان فروش استیت ها رو داشته باشم. خب خیلی کار ساده ایه. میام میگم توی کالمنم لطفاً بیا استیت ها رو به من بگو و میزان فروش اینا رو اگریگیت کن با هم دیگه، سام اف سیلزشون رو به من بده. بر اساس ایالتایی که فروش داشتم، حالا فرض کنیم 50 تا ایالت داریم، 50 تاش هم فروش داشته، میاد به من جدول رو برمیگردونه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که فرض کنید من میخوام سیتیم میزان فروش شهرها بر اساس هر استیت داشته باشم. آیا میتوانم اینجا همچین کاری رو کنم؟ بریم با هم دیگه تست کنیم. من محدودیتی توی انداختن فیلدها ندارم توی باکت کالمز، اما نکته‌ام اینه که به محض اینکه سیتی رو اضافه کنم سیتی دیریل داون نمیشه. الان سیتی اومد بر اساس استیت ها که با آلاباما شروع میشه مرتب سازی شد. خود استیت آلاباما هلوش 7 شهر داره، به همین ترتیب استیت های مختلف و شهرهای مختلف. اگر مقدار عددی حساب کنم، یعنی به جای سیلز بیام پروفیت رو بندازم اینجا، سیلز و پروفیت جفتشون داره یک محاسبه سود و فروش دلاری استیت رو حساب میکنه. هیچ مشکلی نیست، بهش اضافه نمیشه. یعنی همون 50 تا ایالت فروش من حالا اینجا سودش هم حساب میکنه. پس با اضافه کردن فیلد های تکس یا فیلد های استرینگ مثل استیت و سیتی، من عملا دارم به رکوردام توی تیبل اضافه میکنم و دیریل داونی اتفاق نمیافته. حالا فکر کنید مدیر از من خواسته که بر اساس شیپ مود، یعنی بر اساس وضعیت ارسالم که میتونه فرست کلاس باشه، سیم دی باشه، سکند کلاس و استاندارد کلاس باشه، میزان فروش رو از من میخواد. بریم ببینیم با تیبل اینو میشه پیاده سازی کرد. بله، کاری نداره. یعنی من اگر بیام اینجا به جای همین استیت بیام شیپ مودو بندازم و اونورم سیلز و میزان فروش رو بندازم، خیلی تر و تمیز به من میزان فروش رو میده. اما مدیر از من میخواد، میگه آقا جون من میخوام اینا ستون باشه، ستونهایی باشه که بر اساس هر استیت و سیتی بدونم میزان فروشم چقدر بوده، نه به صورت اینکه مجموع کل هر کدوم از این وضعیت های ارسال رو داشته باشم فروش دلاریشون. خب اینجا دیگه تیبل به درد من نمیخوره. یا اصلا مدیر میگه من میخوام دیریل بشه، مجموع شهرهای من زیر مجموعه استیت ها بخوره و بعد بیاد توی ستون های مختلف این وضعیت فروش رو به من نشون بده. میریم سراغ ماتریکس. یه جای خالی صفحه کلیک میکنم، یه ماتریس میندازم. خب دیگه ماتریس یه باکت دیگه نداره، میبینید 3 تا باکت داره. پس یکی از تفاوت‌های اصلیشون اینه که ما تو ماتریس میتونیم دیریل ایجاد کنیم، دیریل داون ایجاد کنیم و بریم به عمق داده. به چه صورت؟ بریم با هم دیگه کارو پیش ببریم. میگه چه سطرایی میخوای؟ روز چیا میخواد باشه؟ من میگم روزم لطفاً استیتا باشه. من استیتا رو ایالات مختلف رو میخوام توی سطرام داشته باشم. میگه کالمزا چیا میخواد باشه؟ ستونها رو با هم صحبت کردیم دیگه. میگم مدیر از من خواسته شیپ مود باشه. خب بیام این چقدر تمیز شد. یعنی فرست کلاس، سیم دی، سکند کلاس و استاندارد کلاس من به عنوان 4 تا ستون مجزا دیده شد. حالا ولیو چی میخوای باشه؟ ولیومو میخوام سیلز بندازم. میزان فروشم رو میخوام تو هر کدوم از ایالات‌ها داشته باشم.
خب اینجاست که بحث دیریل شدن مطرح میشه. آیا من میتوانم دیریل کنم دیتامو؟ بله، من میتوانم برم بگم استیتم، جایی که توی روزم استیت خورده، بیام در کنارش سیتی رو، در واقع در زیرش سیتی رو بندازم. سیتی رو که بندازم یه نقطه مثبت اینجا ایجاد میکنه، به این معنا که تمامی این استیت ها حالا در واقع دارای زیر مجموعه هستن و من فروش اینا رو میتونم داشته باشم که اصلا بعضی جاها مثل آبرن من تو وضعیت سیم دی و فرست کلاس اصلا فروشی نداشتم، که حالا تو آموزش قبلی گفتیم این بلنک و نالا رو چطور میتونیم پر کنیم و چطور میتونیم مدیریت کنیم. پس ماتریکس برای پیوت کردن دیتا، کار کردن با فیلدهای متنوع، دیریل کردن دیتا خیلی کاربردیه و خیلی به ما کمک میکنه. تیبل هم که بسیار ساده است، بسیار پرکاربرده، اما خب روش استفادهش رو متوجه شدیم. یه نکته دیگر رو من اینجا بگم. فرض کنید من فرست کلاس و در واقع شیپ مود رو اینجا انداختم، بیام استیت هم بندازم، استیت هم اینجا قرار بدم و سام آف سیلز رو نمیدونم پروفیت هم قرار بدم روی این تیبل. یه نقطه جذاب و در واقع حالا کنکوری اصطلاحاً هستش، اینکه ما با شورتکات شیفت میتونیم مرتب سازی اینو مدیریت کنیم. یعنی فرض کنید مرتب سازی این بر اساس دو تا مقدار میتواند انجام شود. من بگم شیفت رو نگه دارم بر اساس سیلز اول و بعد شیفت رو نگه دارم بر اساس پروفیت. این مرتب سازی اول بر اساس سیلز و پروفیت، یعنی اگر من بیام تو سورت پای دوتاش تیک خورده، اما توی خود ماتریس هم همچین امکاناتی رو ندارم. یعنی سورت پای اگه بزنم میاد مثلا بر اساس سام آف سیلز من اینو مرتب میکنم بر اساس میزان فروش. الان میزان فروش کالیفرنیا از همین بیشتره، لس آنجلس باز تو صدرشونه. آیا میتونم با شیفت اینو مدیریت کنم چیزای دیگه بذارم؟ نه، اینجا دیگه شیفت و در واقع کلیک برای من کار نمیکنه. اینم یکی دیگه از تفاوتشه. پس خلاصه مفید، تیبل داره به رکوردهای من اضافه میکنه، ولی ماتریکس امکان پیوت کردن تیبل، شکستن تیبل توی فیلدهای مختلف رو به من میده و امکان دیلیت کردن دیتا رو برای من فراهم میکنه. امیدوارم این مطلب رو به صورت کاربردی توی داشبورداتون مورد استفاده قرار بدید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتون.